سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس امروزه حرف صاد می باشد. برای یافتن مخرج این حرف پیش از حرف صاد الف و فتحه می گذاریم. اس. مخرج حرف صاد این سری زبان به سرشوی دندانهای پایان گذاشته می شود و قفای زبان برداشته می شود. اس. مخرج حرف صاد و مخرج حرف سین یک است. فقط در وقت تلفظ حرف صاد قفای زبان را می برداریم تا حرف صاد غفظ خوانده شود. اس. و در حرف سین باشد قفای زبان را نمی برداریم. اس. حرف صاد از جمله حرفهای استعلا می باشد، یعنی غفظ خوانده می شود. با فتحه چنین خوانده می شود: سا. به طرف آواز آ میل می کند تا که از حرف سین فرق کند. سین با فتحه س، صاد با فتحه سا. با کسره چنین خوانده می شود: سی. به طرف حرف ای روسی میل می کند تا که از حرف سین فرق کند. سین با کسره سی، صاد با کسره سی. و با ضمه چنین خوانده می شود: سو. لبها به پیش برآورده می شوند: سو. حرف صاد حرف چهار شکله بوده پیش از خودش و بعد از خودش به حرف دیگر پیوست می شود. حرف صاد در اول چنین نوشته می شود: از طرف راست به طرف چپ به حرف بعد از خود پیوست می شود. و در بین چنین نوشته می شود: از طرف راست به طرف چپ و به حرف پیش از خود و بعد از خود پیوست می شود. و در آخر چنین نوشته می شود: از طرف راست به طرف چپ قسمش از خط می گذرد و به حرف پیش از خود پیوست می شود. و در علاهیدگی چنین نوشته می شود: قسمش از خط می گذرد. اکنون بیایید با هم مثال ها را می خوانیم. مثال اول: صاد با ضمه، میم با سکون، سم. مثال دیگر: صاد با کسره، ف با سکون، صف. به حرف ای روسی نزدیک می شود: صیف. مثال بعدی: فص. مثال بعدی: صاد با فتحه، را با فتحه، ف با سکون، صارف. مثال بعدی: صاد با فتحه، با با فتحه، را با سکون، صابر. مثال بعدی: با با فتحه، صاد با فتحه، را با سکون، بصر. ببینید وقتی که حرف صاد با فتحه می آید همه وقت به طرف آ میل کرده خوانده می شود: صابر، بصر. مثال بعدی: قاف با فتحه، صا با فتحه، با با سکون، قاصب. حرف با در اینجا حرف قلقله می باشد، صدا می دهد: قاصب. مثال بعدی: نون با فتحه، صا با فتحه، را با فتحه، نصارا. مثال بعدی: یای با فتحه، نون با سکون، صاد با ضمه، را با ضمه، ینصورو. مثال بعدی: الف با کسره، سین با سکون، تا با فتحه، با با سکون، صاد با فتحه، را با فتحه، استبصارا. مثال بعدی: یستبصرو. و مثال آخر: سفر و صافر. در یکمش حرف سین آورده شده است و در دویمش حرف صاد تا فرق بین این دو حرف را بدانیم. سفر، سین با فتحه به ا میل کرده می شود و
سافر. صاد با فتحه به طرف آ مایل کرده می شود. سفر، سافر. پس عزیزان فراموش نکنید که هر وقت که حرف صاد با فتحه آید به طرف آ مایل کرده می شود. سا. و اگر با کسره آید به طرف ای روسی مایل کرده می شود. سی. این است یکی از خصوصیت های حرف صاد که حرف استعلا می باشد، یعنی غفظ خوانده می شود. این بود پایان درس امروزه. وظیفه خانگی قاعده شکل‌ها و مثال‌های حرف صاد را در دفتر کاری خود بنویسید. سعی و کوشش کنید تا الفبای عربی را به آسانی آموخته به قرآن خوانی شروع کنید. در آخر دعا می‌کنیم که خداوند به شما آسان گرداند تا خواندن کتابش را تیزتر از خود کنید و این چنین دعا را در حق ما فراموش نکنید. و سلام بر آن شخصانی که راهی هدایت را پیش گرفتند.